رتبه بندی شخصیت‌های پایتخت. ارسطو رو داریم اینجا که خداست، سوسموسا خوبه، بابا پنجلی خوبه، بهبود اوکیه، بهروز ضعیفه، بهروز جدید اوکیه، تقی اوکیه، سارانیکا خب کنار گذاشته شدن اوکیان. این سارانیکای جدید خیلی به دل من ننشست ولی بازم اوکی بودن. رحمان رحیم اوکیان، رحمت خوبه، شریف اوکیه، بهتاش خداست، فهیمم خداست ولی آره من خوب میذارمش دیگه. حالا توی خوبم رتبه بندی میکنم. نقی خداست، هما هم که خداست. حالا مرتب کنیم. ارسطو که اول میمونه، بهتاش و نقی جاشون عوض کنم. نقی خیلی قسمت آخر دل منو برد، واقعا بهش ظلم شد و خیلی دلم به حالش سوخت. میذارمش قبلتر از بهتاش. بهتاش هم نامردی کرد میره آخر سر که هما بیاد اول. هما هم خیلی خوب بازی کرد توی قسمت آخر ولی ارسطو یه چیز دیگه است. توی خوبا هم رحمت میاد اول، بعد فهیمه و بابا پنجلی. لایک و فالو و سابسکرایب و کامنتاتون نره. شما نظرتون بنویسید.